امروز 11 سپتامبر است و شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه نزدیک این موضوعها را به بررسی خواهیم گرفت. با هدف تحکیم نظارت مرزی افغانستان، تاجیکستان دیدبانگاه‌های نوی سرحدی بنیاد می‌کند. با سربازان و افسران ما شما با استفاده دارند که امروز در همین دیدبانگاه‌های نوی زمانوی ادای خدمت دارند. هم در جای کار و هم در عبادتگاه در روسیه شکاری مهاجران ادامه دارد. با صرف نظر از افزایش نشر کتاب‌های درسی در تاجیکستان، مشکلات والدین برای دسترس کردن این کتاب‌ها حل نشده است. این نارسیدگی کتاب‌های از مگزین می‌خرم و جدا هم قیمت. در شرایط نبود روابط دیپلماتی میان حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان در سمت راست رود امو دیدبانگاه‌های نوی سرحدی ساخته می‌شوند. از جمله در حدود ناحیه شمزین شاهین 5 دیدبانگاه نو بنیاد گردیده است. ناحیه شمزین شاهین با ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان مرز مشترک دارد و اکثر منطقه‌هایش دشوارگذر است. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه می‌دهد. دیدبانگاه سرحدی گلدره در ناحیه شمس‌الدین شاهین تازه بنیاد شده است. روبروی این دیدبانگاه آن سوی دریای پنج ولایت بدخشان افغانستان است. مرزبانان تاجیک برای حفظ سرحد در این دیدبانگاه کار خود را تازه شروع کرده اند. در ناحیه شمس‌الدین شاهین 3 دیدبانگاه دیگر به استفاده داده شده است. در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین در مجموع 5 تا دیدبانگاه بنیاد کرده شده است. از همه 5 تا دیدبانگاه 3 تا دیدبانگاه پور را مورد استفاده قرار دادند. با تمام تجهیزات و با تمام ساخت نوی زمانوی با سربازان و افسران ما و شما با استفاده دارند که امروز در همین دیدبانگاه‌های نوی زمانوی ادای خدمت دارند. چند سال می شود در مرز افغانستان ساخت دیدبانگاه و قسم‌های حربی جریان دارد. 1 سال پیش در ناحیه شمس‌الدین شاهین مرزبانان را از مرکز ناحیه به قرارگاه نوی نزدیکتر به مرز کوچ دادند. قرارگاه نو نزد دهه یول در 4 کیلومتری سرحد است. رئیس ناحیه شاهین گفت که این دیدبانگاه‌ها با کمک صاحبکاران ساخته شده اند. با دستگیری شخص‌های سخاوت‌پیشه و سخاوتمند. تنها ناحیه شمس‌الدین شاهین نیست که در آن دیدبانگاه مرزی ساخته می شود. از ناحیه 5 سر کرده تا ناحیه مرغاب بنیاد دیدبانگاه‌های مرزی جریان دارد. ماه اوگوست طریق آنلاینی و با حضور پرزیدنت تاجیکستان 10 دیدبانگاه نو مورد استفاده قرار گرفت. همه دیدبانگاه‌های بنیاد شده طبق اطلاع رسمی نزد مرز افغانستان قرار دارند. در حکومت‌های محلی هم گفتند که با بنیاد این دیدبانگاه‌ها نظارت مرز با افغانستان تقویت داده می شود. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز داشته نظارت آن بر عهده مرزبانان است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. روز دوشنبه گروه‌های نجات تلاش برای رها نمودن ساکنان از زیر ویرانه‌های دهاتی منطقه اطلسی مراکش را ادامه دادند. زلزله 8 سپتامبر که برابر به 6.8 درجه بوده است، حیات بیش از 2100 ساکن این کشور افریقایی را از بین برد. طبق امور رسمی از 10 سپتامبر در این آفت طبیعی بیش از 2400 نفر دیگر جراحت جدی برداشته است. روز یکشنبه مقامداران مراکش اعلان کردند که پیشنهاد یاری از طرف کشورهای خارجی را قبول نمودند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید و می رویم بر روسیه. در نماز جمعه هفته گذشته مقامات در چند شهر این کشور مهاجران را تفتیش کردند. آنهایی را که شهروندی روسیه را داشتند برای ثبت نام به کمیسریات‌های حربی بردند. چند ماه اخیر بازداشت و فشار و اخراج مهاجران از روسیه دوام دارد و آنها میگویند از نگاه حقوقی هیچ بهبودی در وضعشان دیده نمی شود. همکارم مومن احمدی گزارش می‌دهد. من تو اومدم گرفته استم. Moskovskая область, Сергей Посад. Мебельный цех такой, когда
اینا درون جنگل ده. گروه مهاجران از پلیس می‌گریزند تا بازداشت نشوند. چند ماه اخیر بازداشت و اخراج مهاجران در گوشه و کنار روسیه ادامه دارد. وضع تغییر نکرده است. مکان خواب جای کار مهاجران در ساختمان و دیگر کارخانه ها ظاهراً زیر ضربین پلیس روسیه قرار گرفته است. مقامات روس هدف را تفتیش قانونی سندهای مهاجران می‌دانند. اگر در دوام 10 روز 5 بار پراورکا آمدگی 70 کس خبیده بودن کدامش که پست پاتنش مسکو بود و او را جواب دادن کدامش که پاتنش مسکوفسکی اوبلاست بود و او را همه شده پاتنس کردن. اکثر اخراج شده ها به گفته مقامات روس سندهایشان مشکل داشته است. اینجا مشکلی تنها افراد نیست که سند ندارند. اینجا کراسنودار است و مهاجرانی را تفتیش میکنند که شهروندی روسیه دارند. تفتیش پس از نماز جمعه روز 8 سپتامبر آغاز شده است. آنها را برای جلب به ارتش و احتمالی سفربر شدن به جنگ در اوکراین در کمیسریات حربی ثبت نام میکنند. کارشناسان میگویند وضع روسیه دیگر پیشگویی شونده نیست و هر لحظه خطری جلب به جنگ در اوکراین وجود دارد. یگانه راه را آنها در بیرون شدن از روسیه میدانند. پیشنهادی که اکثر مهاجران به خاطر از دست ندادن درآمدشان قبول ندارند. برمیگردیم به تاجیکستان. چند روز این جانب در باغ‌های فراغتی شهر دوشنبه نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی جریان دارد. ساکنان از برگزاری چنین یارمارکه‌ها که به گفته آنها میتواند در پایان رفتن نرخ محصولات در بازارها تاثیر گذارد خوشحالند، اما از طرف دیگر این گونه گوشه‌ها پیوسته فعال نیست و بنااً همه را فرا نمیگیرد. نظر ساکنان و دهقانان را در گزارش سیف‌نازی روح‌الله و فرزان محمدی همراه می‌بینیم. کل جوانان شهر دوشنبه در این مکان 4 روز باز نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی جریان دارد و ساکنان میگویند نرخ اینجا نسبت به بازار و مغازه ها ارزان تر است. آنهایی که میگویند به فرق از سال گذشته امسال نتوانستند چند نوع میوه را به سری خریداری و استعمال کنند از اینجا پیدا کردند. تربوز و خربوزه فرقیت دارد، همه چیز همین 10 سومون 5 سومون فرقیت دارد. واسه فکر کردم اویلم با گفتم که واسه روم اونجا مثال میوگی را همه جا خریده تا جای خودم با برم گفتم. امسال نرخ میوه و سبزیجات در بازارها گرانتر است. از جمله حالا در بازارهای کشور نرخ انگور شاهانه 50 سومانی برای 1 کیلو و یک خربوزه تا 80 سومانی ارزش دارد. گرانی چنین محصولات را به نامساعد آمدن باد و هوای زمستان امسال مربوط می‌دانند. این دهقان از ناحیه ورزاب به این نمایشگاه تربوز آورده با نرخ نسبتاً ارزان می‌فروشد. یک باشین آوردم 700 دانه آوردم منم بخطرش من. چند سوم می‌فروشه؟ چند سوم؟ حدود 3 دانه 20 سوم فروشته شدم. بازار به چه نرخش؟ بازار در قیمت بازار قیمت 30 سوم در بازار 25 سوم. خب باقی آخرش مونده ارزان فروخته شدم. در این نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی در برابر میوه، ساکنان گوشت و سبزیجات را هم با نرخ نسبتاً ارزانتر از بازار پیدا کرده می توانند. گوشتای ناس 60 سومانی خریده. بازار به چند سوم؟ 70 سوم، 75 سوم. نرخ محصولاتی که در یارمارکه‌های روزهای استراحتی تعیین شده است نسبت به بازار اندکی فرق دارد. بسیاری ها میپرسند اگر محصولات را چنین ارزان فروختن امکان دارد چرا قیمت آن در بازارها بلند است؟ دهقانان میگویند در یارمارکه‌ها از پرداخت پول اجاره و حق بازار و مالیات آزاد هستند و بدون میان رو مالشان را به خریدار پیشنهاد میکنند. بر 3 روز کمی ما اشتراک کردیم 3 تانه فروختیم. فقط کارتوشکا 2.5 تانه سبزی سودا کردیم. نسبت نرخ بازار 2 سوم 3 سوم فرق میکنه. مثلا سبزی در بازار 7.5 سوم ما 4 سوم فروختیم. کارتوشکا ما 5.5 6 ما 4 سوم فروختیم. در شب و روزی که نرخ میوه و سبزیجات در بازارها گران است، ساکنان از برگزاری چنین نمایشگاه فروش اظهار قناعتمندی میکنند. آنها میگویند اگر دسترنج دهقان بدون میان رو به دست خریداران رسد، آنگاه میتوان نرخ محصولات را از بالا رفتن در بازار نیز نگاه داشت.
برنامه را ادامه میدیم. همه ساله با شروع سال نوی تحصیل یک مشکلی که پیش روی والدان می آید دسترس کردن کتاب‌های درسی است که به گفته آنها خراجات زیاد دارد. تعدادی از کتاب‌های درسی بر عوض مبلغ معین از جانب مکتب‌ها به خوانندگان به اجاره داده می شود، ولی به گفته والدین بنابر فرسوده بودن این کتاب‌های درسی و یا کمبود آنها در مکتب ناچار مستقلانه در پی یافتن کتاب‌ها می شوند. با رادیو صوفی این موضوع را تحقیق نمود. با شروع سال نوی تحصیل بحث نرسیدن کتاب‌های درسی داغ‌تر می‌شود. برخی والدین نگرانی می‌کنند که در اکثر مکتب‌های تحصیلات همگانی تعدادی از نامگوی کتاب‌های درسی نمی‌رسد و مجبورند برای فرزندان از دیگر جای کتاب پیدا کنند. اولش اینکه بیبلیوتک میتیاد، بیبلیوتک کالج. دویمش اینکه نارسیدگی کتاب‌های از مگزین میخرم و جدا هم قیمت. بسیار هم قیمت. بیبلیوتک های همه مکتب ها و پیش من مکتب نمره 16 هست، همون با بچه ها کتاب میگیرن. همه کتاب ها بیبلیوتک ها نیست، از یکم تا مثلا صنف 11. برای همین چند همسایه همین خیلی گفت که معلمه، من یک وقتا معلمه شده کار کردگی، گفت که معلمه کتابای همین کرونا باشدم باشد وای. نه من گفتم بازارا رفته خریدم. برای که بسیار کتابای من استفاده بودن دریدگی هم وایان، برای من فرزندام همیشه کتابای نو می‌خریدم. بچه اول من کتاب نو می‌خریدم، به اینا را ملکه کتاب. بعضش هم می‌خریدم، بعضش هم مکتب میدم. از کدامش که نبود، مکتب کدامش در مکتب دست یافت نمیشید، ما می‌خریدیم و برای مثلا از سخاوت یا دیگه جو دسترس می‌کردیم. حیوانات‌های رو می‌آموزد. کتاب‌های درسی که از مکتب‌ها به خوانندگان پیشنهاد می‌شود با اصولی اجاره داده می‌شود. پول اجاره کتاب‌های درسی در انتها به فوند مخصوص کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم برمیگردد. ترتیب به اجاره دادن کتاب‌های درسی از سال 2007 شروع گردیده است. در این ترتیب هر یک کتاب درسی برای 3 سال به اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره سال اول 34% از ارزش عمومی کتاب درسی را تشکیل می‌دهد. مبلغ اجاره سال دوم باشد 33% ارزش عمومی کتاب درسی را تشکیل می‌دهد و مبلغ سال سوم باشد باز هم 33% ارزش عمومی کتاب درسی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه 3 سال در مدت 3 سال ارزش عمومی کتاب درسی پرداخت کرده می‌شود. در صورت پس از 3 سال قابل استفاده بودن کتاب درسی آن با 50% ارزش اجاره سال سوم به اجاره داده می‌شود. نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی با پیشنهاد احتیاجات از سوی کتابداران مکاتب صورت می‌گیرد. تا سال‌های نزدیک در تاجیکستان تا 2.5 میلیون دانه کتاب درسی نشر می‌شد. سال جاری نشر بیشتر از 4 میلیون دانه کتاب در نظر است. همچنین قرار است از حساب کتاب‌های در سال‌های قبل نشر شده 2 میلیون دانه کتاب‌های درسی به مکتب‌ها پیشنهاد شود. صرف نظر از افزایش نشر کمبود کتاب‌ها در مکاتب احساس می‌شود. وزارت معارف و علم تنها در نتیجه پیشنهاد احتیاجات گفتیم که کتاب درسی را نشر می‌کنند. در صورتی پر از جانب رهبر صنف، از جانب مشاور کتاب شعبه معارف در شکل کامل پیشنهاد شدن کتاب درسی، احتیاجات به کتاب درسی، وزارت معارف و علم حتما چاپیانه به راه میماند. اما بعضا حالت‌های میشود که همون احتیاجات پیشنهاد نمیکنند و این مسئله پوشیده میماند. فروش کتاب‌های درسی در کتابخانه‌ها منع است، اما در اکثر دکان‌های کتاب فروشی کتاب‌های درسی را پیدا کردن ممکن است که با نرخ‌های گران به فروش گذاشته شده است. سخنگوی وزارت معارف میگوید این کتاب‌های درسی را غیر قانونی نسخه برداری و نشر کردند. حالا در تاجیکستان نزدیک 4000 مکتب تحصیلات میانه عمومی فعال است که در آن بیشتر از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کند. و حامیان حقوق بشر از مقامات تاجیکستان طلب کردند که اتهام ضد فعال سیاسی نظام‌الدین نصرالدینов را بکار و او را از بازداشت رها کنند. بیانیه کمیته نروژی هلسینکی دیدبان حقوق بشر فریدم فور اورازیا و فریدم ناو روز 11 سپتامبر نشر شد. خبر را میتوانید در سامانه ما پیدا کنید. دوستان مهربان، با همین برنامه امروزی اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی دسترسند. خود را احتیاط کنید عزیزان و تا فردا. خدا نگهدار.